نخستین ماشین ها از راه 3 طبقه شهر دوشنبه عبور می کنند. این اولین استکاده و یا راه 3 طبقه در تاجیکستان به حساب می رود که با حضور امام علی رحمان افتتاح یافت. این طرح در چهارچوب همکاری حکومت تاجیکستان با بانک اروپایی تجدید و رشد و بانک آسیایی سرمایه‌گذاری انفراساختاری اجرا شد. با افتتاح راه 3 طبقه مشکل یک بخش ساکنان دوشنبه حل خود را یافت که دوام 2 سال از بسته بودن راه اذیت می‌کشیدند. همین маршрут بوده ترانسپورت به دشواری کشیده بودیم راه با خود من قریب 3 استاموفکا درون общежитие با خانه با من زندگانی میکنم در اون باولی از اونجا پیاده آمده از اینجا از سنتر مکتب маршрутка بهش رفته بچه‌ها به درس داده می آمده. راننده ها امید دارند که این راه مشکل رفت و آمد نقلیات را آسان کرده تنبه شوی را در این قسمت شهر از بین میبرد. پیشتر می‌بودن پروکاود ماشینا دم بدم میسودن کوردا در میکردن مردم همین وای میشید. بازی уже بمونید یگون نه سویتافور نه پروکاید دیگه یگون چی نیست. همین ماشینی راست میره یگون جدا نمیست. وقتی که راه محکم بود اخوان می‌سربای راه بزب در راه ما بین دوم رفتیم بالون ماشین کافی چند خیلی چی میشدن خیلی خودی سوی بزب میومد همین صبح خداوی ماشین جزیر میشی باز نقصرش دیگه خیلی نقضه گشتن اونجا بهتر شده. ساختمان راه 3 طبقه در شهر دوشنبه 2 سال قبل شروع شده بود. این استکاده از قطعه راه از هیکل ابوعلی ابن سینا تا دروازه غربی شهر دوشنبه را در بر میگیرد. با گفته مقامات این چهارسوی نو از 3 سطح عبارت است که در برش خیابان نصرت الله مخزوم با خیابان باباجان غفورov قرار دارد. همچنین در این طرح 4 راه زیر زمینی برای پیاده‌گردان بنیاد گردید.